سوال دیگر، با کافران کار کردن جایز است؟ یعنی زیر کافر کار کردن یا همراهی آنها کار کردن اجازت است یا نه؟ جمهور علما در زیر کافر کار کردن شخص مسلمان را اجازت می دانند، به شرطی که کارهای گناه نباشد، مانند خوکبانی، مانند فروختن یا آماده کردن مواد مخدر یا تیار کردن عرق یا فروختن عام، و این چنین از همه بزرگترینش جاسوسی کردن به مسلمان ها، یعنی خبری مسلمان ها را آورده به کافرها دادن که این بسیار جنایتی وزنین است، به ایمان بنده خطر دارد. و بعضی علما رحمت الله علیهم غیر از این که آن کار گناه نباشد، باز گفتن که خدمت خاص نباشد. خدمت خاص به این معنایی که طعام گذاشتن در پیش کافر، نوشابه گذاشتن در پیش کافر یا در پیشش راست ایستادن همچون تعظیم، این کارها نادرست است، برای آنکه مسلمان در این حالت ذلت یعنی خوار می شود. اصل مسلمان عزیز است. و این چنین غیر از این که این سوال را دهیم یا مراتبه آید همین مسئله فکر کنیم، برای چی امروز مسلمان ها در زیر کافرها کار میکنن نه عکس؟ یعنی در اکثر دولت های دنیا گرید غالبا مسلمان ها زیر دست کافرها کار میکنن. هست کشورهایی که مثلا در آنجا اصل مسلمان ها هستند، صاحب کارفرماها مسلمان هستند، لیکن اجرا کننده کارگران کافرها هستند، لیکن اکثرش عکسش هست. یا مراتب این مسئله را هم فکر کرد که چی سبب شد که امروز مسلمان ها خوار شدند؟ پیشتر این گونه نبودند. و این چنین برای برطرف کردن این مسئله هر یک انسان باید کوشش کند، حرکت نه کار یابد که در آن کار بگذار همراهی مسلمان باشد یا آزاد باشد، و اگر رفت و همراهی کافر باشد هم، یعنی خیلی که در بالا شرط ها را ذکر کردیم، نباشد کارهایی که مسلمان در آن خوار گردد. و علما رحمت الله علیهم از آن حدیثی که امام ترمذی روایت کردند و گفتن این حدیث حسن است گفتند، و ابن ماجه روایت کردند، دلیل گرفتن مانند حافظ ابن قدامه، ابن القیم و استادشان شیخ الاسلام و غیر آنها، به حدیث حضرت علی رضی الله عنه. حضرت علی میگن روز به باغ یک کافر نگاهی کردم که مرا دید و گفت که ها عربی چی میخواهی؟ اگر خواهی به هر یک ستیلی که از چاه آب میکشی یک دانه خرما میدهم. بعد در آمدم و تا کفم پر شدن آب کشیدم، وقتی که کفم پر شد ستیل را ترک کردم و خرماها را خوردم و آب نوشیدم و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردند. این دلالت میکند که یعنی کار کافر را کردن، در زیر دست کافر کار کردن اجازت است، لیکن به آن شرط هایی که در بالا گفته گذاشتیم. اگر رفت و مسلمان در نزد کافر کارهای غیر شرعی کرد، مثلا خوکبانی کرد یا عرق آماده کرد، بعد از این احکام با خبر شد که این عمل حرام است، چیکار کند؟ آیا مبلغش را گیرد یا نگیرد؟ علما میگن که گیرد مبلغش را، ولیکن به خود صرف نکند و به مصالح مسلمان ها صرف کند، برای دیگر مسلمان ها خیر کند، در دست کافر همین خیل نگذارد.